درود بینندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی با خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. امروز چهارشنبه 10 مارس است. حالا توجه کنید به سرخط موضوعهای برنامه امروز. ترکیه برای مسافران خارجی قاعده نو جاری کرد. به صاحبان شناسنامه‌هایی که تا پایان مهلتش 150 روز باقی مانده است اجازه ورود نمی‌دهند. راهگذاری که از افتادن آهن‌پاره از ساختمان شرکت یاقوت 2000 در شهر دوشنبه مجروح شد، جبران پولی طلب دارد. 4 انگشتم را با نصف کف پای بریدم. تلاش ناکام خودسفیدکنی اداره راه آهن ازبکستان، ادامه قصه قصر مخفی شوکت میرزیویف. ترکیه برای ورود شهروندان تاجیکستان به قلمروش قاعده نو جاری کرد. من بعد آنهایی که تا انجام مهلت شناسنامه‌شان از 150 روز کمتر باقی مانده است به ترکیه راه دادن نمی شوند. میان تاجیکستان و ترکیه نظام بدون روابط جاری است. ترکیه از اولین کشورهای بود که پس از قطع پروازها بنابر پاندمی کرونا ویروس پروازهای منتظم را با تاجیکستان دوباره برقرار کرد. بجز از ترکیه، پروازهای منتظم از تاجیکستان به ازبکستان، امارات متحده عرب، ازبکستان، قزاقستان و افغانستان برقرار شده است. برای سفر به ترکیه مثل دیگر کشورها از مسافران هواپیما معلوماتنامه عاری بودن از کووید 19 که نه بیشتر از 72 ساعت قبل از سفر داده شده است طلب کرده می شود. کمیته بین‌المللی حفظ روزنامه‌نگاران از مقامات تاجیکستان تقاضا کرده است که حمله به خبرنگاران رادیو آزادی شهلای عبدالله و مولا رجب یوسفی همه‌جانبه تحقیق شده مسئولان این عمل به جوابگری کشیده شوند. 4 مارس اثنای تهیه گزارش در یک فروشگاه بنزین شهر دوشنبه، ناظر امنیت این فروشگاه خبرنگاران را مورد حمله قرار داده بود. مقامات ابراز داشتند که این حادثه تحقیق می شود ولی تا حال نتیجه آن معلوم نشده است. اما برخورد با خبرنگاران در همه جا یکسان نیست. اخیراً حکومت شهر کولاب در آستانه عید مطبوعات از کار خبرنگار رادیو آزادی در منطقه محمود جان رحمتزاده قدردانی کرد. میرزا نبی خالقزاد گزارش می دهد. رئیس حکومت کولاب در آستانه عید مطبوعات که هر سال 11 مارس در تاجیکستان تجلیل می شود، از کار خبرنگاری رادیو آزادی در منطقه محمود جان رحمتزاده نیز قدر کرد. مراسم تقدیم جایزه و سپاسنامه‌ها روز 9 مارس برگزار شد. رادیو آزادی پیوسته از مشکل ساکنان منطقه کولاب گزارش می دهد و در آینده نیز به این شیوه کارش ادامه خواهد داد. هر روز چندین ساکنان منطقه برای حل مشکلشان از جمله در مسئله بیکاری، تقسیم ناعدالتانه زمین و مشکل بیخانگی شکایت میکنند. تاریخ روز آفریدن است. یعنی هر یک روز تاریخ است و این تاریخ با قلم روزنامه‌نگار ثبت می‌آورد و برای تاریخ و یادگار نماند. قادر ولیزاده رئیس حکومت کولاب روز 9 مارس هنگام تقدیم جایزه و سپاسنامه‌ها از نمایندگان اداره‌های رسمی خواست با خبرنگاران نزدیک باشند و از افشای کمبودی‌ها نهراسند. در سپاسنامه به خبرنگار رادیو آزادی نیز گفتند که برای سهم گذاشتن در رشد معنویات جامعه و احساس مسئولیت بلند کسبی قدردانی می شود. عین سپاسنامه و جایزه به احمد ابراهیم، سرمحرر پیک، اصل‌الدین دوستیف، اسلام رجب‌علی خبرنگار صدای مردم در منطقه، شیرینجان سفرزاده خبرنگار تلویزیون سفینه و چندی از خبرنگاران دیگر داده شد. در هر صورت وای دوستی نزدیک ماست چون که وای وسیله نان یافتن ماست، وسیله ریسک یافتن ماست. برای چی وای او رو باید تنقید ما به این خاطر بکنیم که همین شخص اصلاح شود. ژورنالیسم یا خود ژورنالیستیکا یا خود روزنامه‌نگاران توسط اینها میتواند که تمام وضع بود و باش و شرایط تحصیل، شرایط اقتصادی، شرایط اجتماعی جامعه پورا انعکاس گردد. یعنی جامعه رو به روزنامه‌نگار یا روزنامه‌نگار به جامعه تصور کردن غیر امکان. هر سال در آستانه عید مطبوعات تاجیک رئیسان حکومت‌های محلی با برگزاری محفل از خبرنگاران قدردانی می‌کنند.
گزارش‌های محمود جان رحمتزاده همیشه به منصبداران دولتی خوش می‌آیند، ولی آنها اعتراف می‌کنند که این گزارش‌ها تأثیر عمیق دارند. چندی از آنها حیات آدمان را از ریشه دیگر کردند، از جمله مستند نانی آهنین و گزارش زنی که آردن پسرش کمک نکرده بود بعد نشرش در رادیو آزادی زندگیشان را دیگر کرد. حالا سازمان‌های بین المللی سالهای آخر تاجیکستان را برای محدودیت آزادی بیان و مطبوعات تنقید می‌کنند. مقامات بعضی محدودیت‌ها را برای به گفته خودشان حفظ ثبات مهم می‌شمارند، ولی می‌گویند وضعیت به آن حد نیست که سازمان کشورهای غربی تصور دارند. ساخت و سازی با سرعت بیناها در دوشنبه را بسیاری ها علامت رشد شهر می دانند، اما این ساختمان ها برای ساکنان پایتخت خطر نیز ایجاد می کند، چون نه همه شرکت های ساختمانی قاعده های بی خطری را رعایت می کنند. قهرمان این گزارش یکی از چنین راهگذرانی جبر دیده از ساختمان شرکتی یاقوت 2000 است. آهنپاره که از بینای نوساخت شرکت افتید، او را از انگشتان پای محروم کردند. ادامه موضوع در گزارش علیشیر ظریفی و امرالدین اولیموف. 4 انگشتم رو با نصف کف یعنی پای بریدن. سیاوش حادثه را نقل میکند که 1 ماه پیش به سرش آمد و او را از 4 انگشت راه رفتن محروم کرد. هنگام گزارش از راه بینای استقامتی به راه اساسی ماشینگرد، ناگهان صدای پاسبان بینا را شنیدم که به سوی من بدو گفت. من هیچی رو درک نکردم و همچون غیر اختیاری بیشورانه از زیر دیوار بینا به طرف چپ دویدم که ناگهان صدای از بالا برام آمده، صدا با شمال آمده به پاهایم زد. اشیای نامعلوم از بلندی 19 ماشانه و در این هنگام من به زمین افتادم و چشمم به پای راستم افتاد که پای افزالم در پایم نیست و انگشتانم آغشته به خون و استخوانام نمایان هستند. سیاوش اکوبیرشویفی 25 ساله ساکن ناحیه روشان است. تازه دانشگاه سلاویانی را ختم کرد و نیت داشت به کار درآید. اکنون در این اندیشه است که آیا میتواند دیگر باره راه گردد و به کار مشغول شود، چون به گفته خودش از این حادثه ضربه سخت دیده است. پس از نرکوز همون صبح دیگری که به هوش آمدم، برای من فهموندن که یعنی برای انگشتانی که مجق شدن، استخوان‌ها پاره شدن، برای برقرار نمودن آنها یگان علاج دیگر نبود، آنها رو بریدیم، یعنی امپوتاسیون کردیم. خود اکنون نمی‌دونم چی گپ است، خود همین طرف میپرتوید که آهم میزنه. من همین جو چه بود، جای حادثه اولین چی کردند، اول تبدیل کردند. این حادثه در کوچه بخارای شهر دوشنبه رخ داده است. ساختمانی هم که از بالایش آهن پاره افتاده است به شرکت یاقوت 2000 داخل دارد. والدان سیاوش میگویند از رهبریت شرکت کسی به عیادت پسرشان نآمد و درباره جبران ضرر هم با آنها چیزی دقیق نگفتند. فقط یک بچه که همونجا پرره بس بچه که پومری همون میفرستانند با داروها یعنی داروها رو میبرند. از رابط شرکت کسی نوادرش از حالش نپرسیده است. هرچند مسئولان شرکت یاقوت 2000 برای صحبت ویدیویی راضی نشدند، اما یکی از مسئولان ساختمان در صحبت کوتاه به رادیوی آزادی گفت موادهای طبی ضروری را به جبردیده رسانیدند. او از شرح بیشتر درباره جبران ضرر خودداری کرد. در همین حال حقوق شناسان میگویند از نگاه قانون جانب جبردیده حق دارد که برای جبران ضرر پافشاری کند. آنها سریعا تاکید میکنند که باید جبردیده در این حالت سری وقت با مقامات مراجعت کند. پدر سیاوش حالا با مقامات دادستانی ناحیه شاه منصور عریضه نوشته است و امیدوار است که تفتیش منصفانه صورت میگیرد. در این نهاد گفتند الکی تفتیشات را شروع کردند. سیاوش اولین نفری نیست که از ساختمان‌های نو در پایتخت آسیب دیده است. در گذشته نیز چنین حادثه‌ها رسانه‌ای شده بودند و جبردیده‌ها بیشتر از ناعدالتی در پرداخت جبران ضرر شکایت می‌کردند. سیاوش می‌خواهد عدالت در نسبتش تأمین گردد و آرزو دارد که دیگر باره راه رود. این حال به نیروی خود راه گشتن نمی‌توانم، چون اینکه غیر امکان است. پای‌های من هر رشان درون گیپس هستند و دکتران با پیشگویی دکتران یعنی تا 7-8 ماه برای من ریهابیلیتاسیون لازم است.
پس از یک روزی نشر تحقیقات رادیو آزادی درباره بوستانسرای با حشمتی پرزیدنت شوکت میرزیویف، مقامات ازبکستان در واکنش گفتند این انشاءات در اصل مرکز فراغتی کارمندان شرکتی راه آهن ازبکستان تمیر یولری است. با ثبت نوار شرکت تلاش کرده است استراحت کنندگان خوشحال و قناعتمند را در این مکان نشان دهد، اما این نوار هم نتوانست دلیل‌های آشکار کرده تحقیقات رادیو آزادی را درباره بوستانسرای پرزیدنت رد کند. محمد وفا رضازاده با تفصیلات بیشتر. این تصویر یا منظره از نواری است که مقامات ازبکستان برای به اساس و دروغ خواندن تحقیقات بخش ازبکی رادیوی آزادی نشر کرده است. نواری نامنظم را شرکت راه آهن ازبکستان تمیر یولری آماده کرده است. با این نوار شرکت می‌خواهد اثبات کند که فراغتگاه مخفی کوهی در اصل موضع استراحتی کارمندان این شرکت است، نه بوستانسرای پرزیدنت. 2 ماه قبل در یک تحقیقات بخش ازبکی رادیوی آزادی با دلیل‌های زیاد آشکار کرد که مجمعی با حشمت مخفی در این کشور با پرزیدنت میرزیویف تعلق دارد. قبلا فعال سیاسی الکسی گرشین با نماینده این شرکت دولتی درباره طرح ساختمان مذکور صحبت کرده بود. انشاءات مطابق یک سند مخفی ساخته شده است. نواری تهیه کرده شرکت ازبکستان تمیر یولری پس از یک روز نشر تحقیقات رادیوی آزادی چاپ شد. در نوار دیده می شود که استراحت کنندگان گویا راحت از تمام شرایط‌های فراهم شده در مکان فراغتی موسوم به شاوازسای شرکت راه آهن استفاده می برند. اما با دقت به نوار نگرید تصویر و حالت‌های زیاد شبهه‌ناک را می توان دید. ساخت بناهای مذکور ارزان و فرسوده به نظر می رسند. خوش آمدید به آسایشگاه نظربیک که به راه آهن ازبکستان تعلق دارد. این فراغتگاه در یک منطقه زیبای ناحیه زنگیاته ولایت تاشکند واقع است. Toshkent shahar Zangiota tumanining so'lim go'shalardan bo'lmish Nazarbek hududida joylashgan. حالا این نوار را با نواری ثبت کرده شرکت راه آهن که یکی از 6 بنای استراحتی قبلا افشا شده را تبلیغ می کند مقایسه کنید. منبع‌های رادیوی آزادی خبر دادند که نوار از شاوازسای در نزد پاسگاه در کنار قرارگاه پرزیدنت و 1.5 کیلومتر دورتر از بناهای اساسی بوستانسرا ثبت شده است. یک عکس به احتمال زیاد از یک گوشه این بنا گرفته شده است. از طرف راست چند بنا و یک کپرک آدمگذر و از بین آن راه اساسی می گذرد. و این موضع از تصویر ماهواره‌ای می نگریم که آن هم پل و بناها و هم راه را نشان می دهد. فعال سیاسی الکسی گرشین به شرکت ازبکستان تمیر یولری زنگ زده خود را یکی از خواهشمندان استراحت در این آسایشگاه کارخانه معرفی می کند. حاجیکند؟ بله. آمانخانه؟ بله این هم هست. شاوازسای؟ من اینش رو نمیدانم. کی میداند؟ نمیدانم. یعنی شما همه دیگر استراحتگاه ها را میدانید و شاوازسای را نه؟ نه نمیدانم. یگان بار در این باره چیزی نشنیده اید؟ نه بار اول از شما شنیدم. 2 منبع نزدیک به شرکت راه آهن ازبکستان گفتند ثبت و تهیه نوار هنوز از 18-19 فوریه بعد آن شروع شد که خبرنگاران برای دریافت تفصیلات درباره بوستانسرا به نماینده کارخانه مذکور مراجعت کردند. گفته می شود که قسم زیادی نوارهای دیگر روز 24 فوریه یک روز بعد از نشر تحقیقات رادیوی آزادی ثبت و خود همان روز نشر شده است. نوار مذکور مخصوص در واکنش به تحقیقات رادیوی آزادی تهیه شده هدفش رد کردن دلیل‌های افشا شده این تحقیقات بود. اما شرکت راه آهن ازبکستان در این مواد ویدیویی خود به چند سؤال کلیدی پاسخ نگفته است. از جمله در این نوار گفته نشده است که چرا پس از این در این منطقه پرواز هواپیماها منع است. این گزارش آخری برنامه امروز بود. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. تا دیدار در برنامه‌های بعدی. خداحافظی شما.